خب مجدد سلام. بریم سراغ این که خیلی سریع بریم سراغ این که آموزش لوکر استودیو چجوری توی لوکر استودیو گزارش بسازیم، چجوری گزارش آماده رو کپی کنیم و ازش استفاده کنیم. یک کوچولو با داستان لوکر استودیو اصلا آشنا بشیم و اینم بگم لوکر استودیو کار زیاد داره، آموزش هم زیاد داره، بخش هم زیاد داره، چون دیتا سورس زیاد داره. اینو فاکتور بگیریم، بریم سراغ اصلا لوکر استودیو و بازیش ببینیم چیه. خب یه سرچ میکنم لوکر استودیو، همون اول مستقیم میتونم برم توی لوکر استودیو اوورویو. صرف یادآوری، ما از لوکر استودیو برای چی استفاده میکنیم؟ فقط برای این که گزارش بگیریم، یعنی یک سری ابزار مثل سرچ کنسول، آنالیتیکس، تگ منیجر، بخش سرچ کنسول، آنالیتیکس، بریم ماتومو فکر کنم بود این ابزار و اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام، هر چیزی که فکر کنیم، گوگل ترند رو بهش وصل میکنیم، اینور ازش گزارش میگیریم. این کار لوکر استودیوه و برای این داستان یک سری گزارش آماده هست، یعنی نیاز نیست دنبال گزارش بگردیم. ببینید خودش چند تا پیشنهاد داده، این تمپلیت گالریش. من میتونم این سری گزارشات آماده حالا یا راجع به لوکر استودیو آنالیتیکس، لوکر استودیو یوتیوب، لوکر استودیو سئو، SEO، هر چیزی میتونم استفاده بکنم. پس این یه موضوع. یا میتونم یه دونه خالی بسازم خودم درست کنم. بریم اول یه دونه آماده رو استفاده کنیم. ببینم سئو تو اینها گوگل ادز، سرچ ادز، SEO داشته. شاید از جای چیزی دست بیارم. آها سرچ کنسول. خب مثلا یه دونه آماده خودشه. اوکی، فقط کافیه روش کلیک بکنم، میاد برام گزارش. گزارشی که داره میده برای وبسایت خودشه، گوگل مرچنت. خب و کوئری خودش، من نمی‌دونم سرچ کنسول اینم در اختیار میذاره. من اینو میتونم الان برای خودم استفاده کنم، ولی یه کوچولو باهاش آشنا بشیم. مثلا نگاه کنید اینجا که یه لوگو، عکس، یه متن و یه لوگو، یه تصویره. اینور میتونم تاریخ تنظیم کنم. اینجا میتونم یه فیلتری که کشور انتخاب کنم. دیوایس هامو میتونم بگم، پس یک فیلتر دیگه است. پس چی فهمیدیم تا همینجا؟ من میتونم توی لوکر استودیو متن بذارم، تصویر بذارم، فیلتر تعریف کنم، یه تاریخ هم بذارم، یه تاریخ مشخص کنم. دیگه چی؟ یک مقدار عددی ایمپرشن 14000 تا. پس من میتونم ایمپرشن رو هم بدم، کلیک همینطور، CTR همینطور. از این کنترل فعلا رد بشیم. خب یه دونه نموداره، پس نمودار هم میتونم من بذارم. نمودار چیه؟ ایمپرشن. بله این نمودار ایمپرشن مقایسه 2 ماه هست، 1 ماه هست، یعنی 2 تا بازه زمانی. جدوله، پس من جدولم میتونم بسازم بر اساس کشور، دست، موبایل، تبلت، هر چیزی. این بر دوباره نموداره. جدول چرا گفتم؟ این نمودار میله‌ایه. جدول این پایینه دارم. خب حالا این گزارش رو میخوام برای خودم برش دارم، میخوام خودم استفادهش بکنم. از سمت راست بالا 3 نقطه نامرد، اینو میگی نمیذاره اینو بردارم. ادیت اند شیر. آها تو پنلم اتومات آورد. اگه گزارش دیگه بود بذارید که گزارشات آماده خودم بیارم. اینو میگم به عنوان مثال این گزارشی که داره میاد شما ندارید، خب میخواید اینو داشته باشید. برای اینکه اینو برش دارید، وقتی که از من حالا دسترسی خواستید یا هر چیزی، من دستتون رو باز کردم، این میک از کپی رو باید بزنید. این صفحه میاد، سرچ کنسولایی که روی ایمیلتون هست و اینجا نمایش میده و شما کافیه که فقط کانکت کنید تا بتونید بهش متصل بشید. تمام. خب برگردیم سر گزارش. آقا این گزارش الان برای منه. خب یه گزارش آماده است، ما سر این میریم با هم جلو. میکس کپیش بالاخره فعال شد، میریم جلو و بعدم یه برد خالی درست میکنیم برای کار کردن. الان من اینو میخوام کپی کنم، گلادیو و میکس کپی. مبارکه، این دیگه از این بعد گزارش شماست. کافی فقط سرچ کنسول خودتون رو متصل کنید بهش که اتومات هم رفته و به گلادیو وصل شده، چون گلادیو رو بهش معرفی کردم. درسته؟ ببینید آمار رو. حالا بعضی وقتا هم
لوکر استودیو خنگ بازی در میاره، یهو قطع میشه، این برید بیاید درست میشه، اینو قطع کنید وصل کنید درست میشه، این داستانا رو داره. اوکی، حالا بیایم از اول شروع کنیم. من برمیگردم توی بورد لوکر استودیو، یه کرییت نیو میزنم، یه ریپورت. خب میگه اوکی ببین من بوردت رو ساختم، اینم خالی، چه سورس هایی میخوای بهش وصل کنی که تو این بورد نمایشش بدم؟ بگو به من چی میخوای وصل کنی؟ میخوای آنالیتیکس رو مثلا بیگکوری رو وصل کنی اینور آمار بگیری؟ میخوای شیت و ادز رو وصل کنی اینور آمار بگیری؟ چی میخوای وصل کنی؟ وقتی راجع به صحبت کردم که لوکر استودیو تمامی نداره، به خاطر اینه. انقدر دیتا سورس هست که شما وصل کنید از اینور آمار بگیرید. و قشنگترش که تازه من متوجه شدم اینجاست که من کجا بود پیداش کنم؟ حالا پیداش نمی‌کنم. اینه که میتونی خودت بسازی دیتا سورس تو. مثلا میگم ها، من حداقل تو این لحظه که دارم صحبت می‌کنم اینو نمیدونم، ولی میتونی دیوار رو بیای به لوکر استودیو وصل کنی و آمار رو نشون بدی. پلتفرم‌های داخلی رو بسازی واسهشون به لوکر وصل کنی. از این بگذریم، یوتیوب سرچ کنسول فلان. من الان می‌خوام سرچ کنسول رو وصل کنم. انتخابش میکنم، میگه کدوم دامنه تو میخوای وصل کنی؟ میگم کوش گلادیو. چه گلادیو. URL یا سایت ایمپرشن، فعلا URL، بعدا تفاوتشون رو میگم توی ویدیو دیگه. اینم اچو. خب الان وصل شد. خب حالا من میخوام شروع کنم. از این بالا یک سری کنترلر دارم که میتونم ازشون استفاده کنم. حله. مثلا اصلی ترین کنترلر چی؟ تاریخه. دیت رنج کنترلر. من باید باز زمانی داشته باشم دیگه. این کنترلر به تمام سورس هایی که ما اضافه میکنیم اعمال میشه اتومات، مگه اینکه به اون مثلا جدول بگیم از این چیز نکن، فرمان برداری نکن. اوکی، بریم جلوتر توضیح میدم. فرض کنید سرچ کنسول و آنالیتیکس و گوگل شیت رو وصل کردیم، سه تاشون هم مقادیر تاریخ رو دارن. حل. این سه تا اتومات از این پیروی میکنن، یعنی شما بذارید یه هفته رو نشون بده، هر سه تاشون میشن آمار یک هفته‌ای. خب اینو گذاشتم. حالا موضوع بعدی اینه که من میخوام نمود کنترلر دیگه بذارم. حل. دیگه نظر من بس شد. خب من میخوام پیج ها رو هم مشخص کنم. اوکی، تو هم یک دراپ داون بذارم، بقیه هم تقریبا شبیه همه. خب ببینیم سرچ کنسول گلادیو میگه دراپ داونت اینجا هست، حالا مقدار رو بده. یه لحظه. خب بریم سراغ مقدار. میخوام یه فیلتر تعریف کنم دیگه. فیلتر من چیه؟ لندینگ پیج ها. اوکی، اینم میذارم، بریم جلوتر توضیح میدیم. اول من یه جدول بذارم. اد چارت. کنترلر دیگه نمیخوام، یه دونه جدول دارم میذارم سادهش. اینم جدولم. توی جدولم چیزی که میخوام اینه که آقا ردیفو که داره نشون میده، خدا خیرش بده، لندینگ پیج هم داره نشون میده، کلیک رو هم داره نشون میده، ایمپرشن هم میخوام نشون بده، CTR هم میخوام نشون بده، اوریج پوزیشن هم میخوام نشون بده. خب شبیه سرچ کنسول داره میشه. اینجا هم یه فیلتر لندینگ گذاشتم دیگه، یه فیلتر کوئری هم میذارم. اینم کپی کنم از اینجا که میدونیم اضافه میشه، یا حالا دیگه چونه که راست کلیک داپلیکیت بفرمایید. این میاد اینجا. حالا اینو میگه آقا کنترلر فیلد چی باشه، میگم اینو بکن کوئری. کشورم میتونم بزنم، آره خیلی چیز، تاریخ هم میتونم بزنم. خب هنگ کرد، این گیر کرد. خب حالا داستانو بریم با هم دیگه. کلا لوکر استودیو توی مثلا 50-60% همین بازیه. صرفا شما این کنترلر رو از این تو تغییرش میدید، یا چیزی بهش اعمال میکنید، یا این جدول رو میکنید یه المان دیگه، حالا هر چیزی دایره‌ای و شکل‌های مختلف. اوکی، کل داستان همینه دیگه، برمیگره به استفاده و پیچیده‌تر شدنش. خب الان من لندینگ رو دارم میبینم، کلیک رو دارم میبینم، ایمپرشن و CTR هم همینطور. اوکی، چطوری این بازی؟ بریم سراغ کنترلره. آقا کنترلر دو تا مقدار داره، کنترل فیلد و متریکش. خب بریم ادامه داستان. من وقتی میخوام اینجا بگم آقا لندینگ پیج های منو بیار، میخوام انتخاب کنم، بعد تو قسمت کنترل فیلد این مقدار رو بذارم. لندینگ پیج نمیتونم مقدار عددی بذارم، مثلا URL کلیک عدد دیگه، اینجا نگاه کن کلیک 239 156
اینو که نمیتونم بذارم. میتونم چی میگن دایمنشن مثلا میتونم اینو اینجا بذارم. لندینگ یه چیزی که بتونم انتخاب کنم. کوئری که یه کلمه انتخاب میشه. شهر یه کلمه. دستگاه. تاریخ. اوکی. این متریک ها مقدار عددیه. تو فیلتر نمیتونم بذارم. خب اینو پس گذاشتم لندینگ، اینو گذاشتم کوئری. میتونم عوض کنم. بله سمت راست رو ببینید کلی مقادیر مختلفه. میتونم از اینجا بردارم بندازم اینجا. اوکی. بذارم سرچ تایپ کار میکنه تو این نقطه. بفرمایید این که عالیه دیگه. سرچ تایپ همه. مثلا تا حالا به این فکر کردین که آقا من میتونم گزارش دیسکاور رو اینجا جدا بگیرم، گوگل نیوز، عکس، تصاویرم، مثلا ایمیج رو نکنید. این وضعیت ایمیجای منه. پادکست رو رواقم بیشترین ورودی رو با ایمیج داشته، 14 تا کلیک هم داشته. این 30 روزه بعد باشه. اینجا میتونم اینو هم مشخص کنم و مقایسه کنم. کانتری میذارم اینو فعلا. از اون طرف توی جدولم دوباره میتونم داده های مختلف رو ببینم. تا این لندینگ پیجم رو انداختم با من دایمنشن. میتونم کوئری رو بندازم. بزنیم کوئری رو بندازم این چی میشه؟ چون شلوغ قراره بشه. خب اینم سورس کنیم با لندینگ پیج. فقط سر کوئری میخوام با هم دیگه ببینیم. این از این هم از این. اینجا نگاه کنید. What is a podcast؟ کوئری ها شیاست. پشت سر هم داره همه کوئری های مرتبط با What is a podcast رو میاره. اوکی. میتونم اینجوری ازش استفاده کنم. تا همینجا به عنوان آموزش کافیه، چون کلی قسمت‌های مختلف داره. من هم هر چند وقت یک بار یا یه بخشی از لوکر استودیو رو آموزش میدم، میذارم روی یوتیوب آپارات، و یا اینکه یه تمپلیت گزارش چیزی میسازم، اون رو آموزشش رو روی یوتیوب میذارم که میتونید خودتون بسازید، و یا روی سایتم دی ام کیت میذارم که برید تهیهش بکنید. دیگه انتخابش با خودتونه. هر جفتش در دسترستونه. هزینه سنگینی هم نداره. اگه ویدیو مناسبتونه حتما کامنت لایک اینا رو بزنید. سر اینه که لوکر استودیو میگم خیلی هنوز جا نیفتاده و این تولید محتوا اونقدر به چشم نمیاد. من ببینم کامنت و لایک ها رو یکم این انرژی بیشتر میشه که بازم بساز. تایمو بذار، بیشتر از این آموزش رو بذار و منتشر کن. مرسی. خدافظ.